امانت بانک به صاحبکاران با یوان پول ملی چین قرض با امتیاز می‌دهد. این برای وارد نمودن با کشور تجهیزات و تکنولوژی نو میباشد که برای زیاد نمودن وسیع نمودن استحصالات برای شرکت‌های محلی ضرور است و برای اصلا این همین مال عوض‌کنی وارداتی میباشد. با گفته مسئولان بانک این قرض را به مهلت از 3 تا 5 سال می‌دهند و مشتری با سامانی برمیگرداند. مسئله فایز آن را متخصصان بانک بررسی دارند. من فکر میکنم که نباید که نسبت همون یعنی فایز معیاری فایز بستانویل بانک ملی زیادتر باشد. یعنی در همین روندی 14 فایز یعنی دیده شده ایستاده است. یعنی که پستر لیکن بلندتر هم نمیشود. اسحاق خان سلیمانوف 14 سال باز از چین و روسیه و ازبکستان و تاجیکستان محصولات وارد میکند. با خرید رفتن به جمهوری چین با ما لازم است که پول مردم چین، پول دولت چین با خود داشته باشیم. در این ساحه ما بسیار عذاب میکشیدیم. تاجران امثال اسحاق خان که تجهیزات نمیفروشند از جانب امانت بانک چون داوطلب قرضها با یوان مورد آموزش هستند. وایها باید که بیزنس پلانشان رو پیشنهاد کنند. ما فعالیت وایها ببینیم. اما یک گرم باید که باشد برای گرفتن از زمین استفاده بردن از زمین قرضها. یعنی حاضر در وقتی حاضر ما همین مسئله با تمام وزارت دارایی داخلدار کشور موافقه کرده تمام حجت‌ها پیشنهاد کردیم با دستگاه اجرایی پرزیدنت کشور. اسحاق خان سلیمانوف میگوید قرض با یوان برای رشد تجارتش کمک خواهد کرد. همه جهت فایده کلان دارد. هم وقت اکونومی شد، هم ما سرگردان نمیشیم، هم برای عوض داد و گرفتی مال ما با مهلت زیاد صرف نمیشود. در امانت بانک بر رادیو آزادی گفتند برای رشد تجارت دو طرفه اکسیم بانک چین به بانک 60 میلیون یوان قرض داده است. یوان برای چی گذاشتن با یوان این پیشنهادی سران کشورها بود و استفاده بردن از اوراهای ملی و کم کردن پس کردن خفی از اوری می باشد. اینو برای اینکه نسبت یوان همین از اوری ملی ما نه اونقدر جهیشش نه اونقدر زیاد است، یعنی در یک معیار معین ایستاده است. از همین لحاظ ما حرکت کردیم که با یوان خطایی جلب نماییم. تاجیکستان از چین حدود 1 میلیارد و 209 میلیون دلار قرضدار می باشد. سالهای اخیر تاجیکستان بر عوض دریافت قرضهای با امتیاز معدنهای نادر خود را در اختیار پکین گذاشته است.